روز اومدیم بیمارستان قائم در کرج و دکتر رضا من کمک کنین رو چون باز کنم. صحنه خوبی نیست ولی میخوام نشون بدم یه ذره مراقب باشیم، همه چی فدای همه چی نکنیم. این قسمتی از روده بزرگ یک بدنسازه که متاسفانه به علت مصرف زیاد استروئید و مراجعه نکردن به دکتر این شکلی شده و اون یکی هم ببینیم اونم قسمتی از معده یک بدنسازه که این شکلی شده و قسمتی از معدهش برداشته شده همراه با تومور. دیگه خواستم بهتون بگم که همه چیزو فدای زیبایی اندام نکنیم به هر شرطی و هر قیمتی. یه ذره مراقب سلامتیمون هم باشیم. عشق بدنسازا این کلیپو ببین، قضاوت با خودت.